خب میریم سراغ پوند. تو 4 ساعت میخوام بررسیش بکنم ابتدا، بعد میرم سراغ روزانه و بعد میرم 45 و 15 و 5. تو 4 ساعت ما تریدینگ رنج داریم، چیزی به اسم روند من اینجا نمیبینم. قبل از این مارکت یک روند نزولی داشت و یک سقف معتبر، یک در واقع سوینگ های داشت، سوینگ های خودش رو نقص کرد و اینجا تو این پول بک به سمت پایین یک هایر لو تونست بگیره. در نواحی احتمالاً پولبک شاید 50%، تقریبا بین 50 تا 60 با یک سقف بالاتر. پس اینجا شد برای ما یک شاید بشه گفت کف معتبر برای خریدارها. ولی اتفاقی که افتاد این بود که خریدارها با اینکه اینجا انرژی خوبی هم داشتن، یک انرژی عکس اینجا ایجاد شد و مارکت رفت داخل یک تریدینگ رنج حدوداً 20 کندلی. در واقع هزیتیشن ایجاد شد دیگه، عدم اطمینان رفت بالا از اینکه خریدارها بازی رو دست گرفته باشن و بعد داریم میبینیم که فروشنده ها تونستن خیلی قوی این کف رو بشکنن. خب اما اتفاقی که افتاد اینه که دوباره میبینیم مارکت تو این کف هم به جای اینکه در واقع جواب خوبی به این انرژی فروش بده، بعد از حدود فکر میکنم 10 کندل، تقریبا 10 کندل و یک پا، دو پا، سه پای فروش یا یک دابل باتم قوی از این ناحیه ریجکت شد. خب پس من اینجا تا این قسمت کار اطلاعاتی که دارم اینه که من اینجا یک کف قوی داشتم با یک سقف بالاتر و به من 2 تا ورودی هم داده، بنابراین یک کف بسیار بسیار قویه. حتی بعد از این همه نوسان زدن منطقی هم هست که شما حتی استاپتون رو به خاطر تست عمیقی که گرفته مارکت بیارید تو این نقطه قرار بدید. اما خب من به اصطلاح هر 2 تا کف رو نگه میدارم اعدادش رو. و در حال حاضر اتفاقی که افتاده چیه؟ مارکت این کف ها رو ازش عبور کرده. خب و اگر ما این کف تا سقف رو یک رالی صعودی، یک در واقع ترند صعودی در نظر بگیریم که واقعا ترند هم بوده، دارم میبینم ناحیه حتی 75 هم رد کرده و بین ناحیه 50 تا 75 نوسان کرده و الان دوباره برگشته تو سقف خودشه. اما اینکه چطوری به این سقف رسیده، آیا با یه پرایس اکشن قوی رسیده؟ من به این نمیگم پرایس اکشن قوی خرید، من به این میگم تایت تریدینگ رنج. چرا تایت تریدینگ رنج؟ چون نش به شما سوینگ راحتی به سمت بالا میده و دائما هم داریم میبینیم که هر خریدی فروش بوده، خرید فروش، خرید فروش، یا حتی فروش خرید، فروش خرید، فروش خرید. از دیدگاه فروشنده ها میتونه یک جورایی یک بار تلاش، 2 بار تلاش، 3 بار تلاش، 4 بار و 5 بار تلاش باشه. اما اگر لگ نزولی رو بخوایم، پس ببینید ما تو یک تایت تریدینگ رنجی در بین ناحیه این لو شکسته شده شاید تا پولبک 50% اون لگ سعودی که مارکت ازش عبور کرده بود الان گیر کرد. خب مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اینه که اول ببینم این خط قرمز چیه که من دارمش از قبل، پاکش میکنم.
ازدواج خوب، فعلا چیزای دیگه ما کار نداریم. مسئله بعدی اینه که من فکر میکنم بعد از این فشار فروش قوی، فروشنده انتظار یک کانال به سمت پایین رو داشتن، یعنی یک ابتدا از سرگیری روند، یعنی یه روند خیلی قوی، یک پولبک پیچیده، برکود، پولبک و ادامه. اما خب داریم میبینیم که هرچی فروشنده ها زور زدن، به نظر میاد خریدارها قوی تر هستن و خریدارها الان دوباره برگشتن به بالای این ناحیه، به بالای این کف از دست رفته. و اگر تمام لگ نزولی رو هم ما تا اینجا بخوایم اندازه‌گیری بکنیم، قیمت الان فعلا رسیده به بین پولبک 30 الی 50%. اما اگر لگ نزولیمون رو از اینجا تا اینجا در نظر بگیریم، داریم می‌بینیم ناحیه 60% رو رد کرده، 50% هم رد کرده. پس فعلا قیمت توی هزیتیشنه، فعلا قیمت توی عدم اطمینان بالاییه. تو 4 ساعت اگر بریم، ما مارکت یه جورایی داره ترند میکنه، برکوت، پولبک، سقف بالاتر، بعد تست دابل باتم، دوباره سقف بالاتر. یک جور نمیدونم بهش بگم محدوده معاملاتی جهتدار شاید حتی. اینجا رو من گذاشته بودم سوینگ استاپ، چون خب کف پایینتر هم زده بود مارکت. چرا بهش میگم کف پایینتر؟ چون به این زیر رفته بود، درسته از این پایینتر نرفته بودیم، اما همچنان برای من اینجا به نظرم سوینگ استاپ هست و من این رو بهش نمیگم برکوت، من صرفا این رو بهش میگم یک جور تست. درسته بالای این لووان من رفتم، ولی الان این اگر ایونت من باشه، ریسپانس من، البته اگر فروش ببنده دیگه، اگه فروش ببنده ریسپانس من ریسپانس خوبی نیست، پس میتونیم اینو بهش بگیم همون سقف سوینگ، حتی میتونیم استاپمون رو بیاریم بالاتر. در کل اینو باید در نظر بگیریم که تا زمانی که به نظر من ما به بالای این سطح نرسیدیم، میتونیم الگوهای فروش ایجاد بکنیم. مثلا ما اینجا یک کانال بالا رونده داشتیم، اینجا این رو شکستیم، پولبک، سقف، فروش. بعد دوباره داریم میبینیم که دوباره این شده یک کف معتبر، یعنی به سمت بالا رالی کرده. بعد در حال حاضر الان با یه همچین چیزی مواجهیم، یعنی یک اسپایک، پولبک، های، هایر های، هایر لو، هایر های، هایر لو، هایر های. پس این شبیه به یک کانال داره به سمت بالا حرکت میکنه دیگه. خب و فروش گرفتن همچین چیزی به همین سادگی ها نیست، چون مارکت نقدینگی زیادی رو از اینجا جذب کرده و به نظر من استاپ اصلی اینجا قرار داره الان. این استاپ اصلی منه و بازم تاکید میکنم اینکه مارکت بالای این لووان رفته بیشتر به معنی اینه که مارکت فعلا از استراکچر نزولی خودش خارج شده. البته اینو باید در نظر بگیریم که اینجا مارکت تو این سلاف لو پایینتر نزد، پس میشه استدلال کرد که این سقف خیلی سقف معتبری نیست از لحاظ اینکه همه استاپشون رو اینجا میذارن. ممکنه همه فعلا استاپشون اینجا بذارن. بحث فقط پس سر چیه؟ بحث سر توافق، اینکه مارکت توافق میکنه استاپش رو کجا بذاره، فروشنده توافق میکنه استاپش رو کجا بذاره. فروشنده داره میبینه که مارکت داره اینجا گیر کرده، مارکت داره جون میکنه بره بالا،
پس چرا بیاد استاپش رو جای واضح بذاره که حتی کف پایینتر هم نداده به ما؟ استاپش رو میتونه بالاتر بذاره، اینجا بذاره یا اینجا بذاره. پس فعلا استراکچر نزولی اینجا برای من از بین نرفته و من زمانی میگم استراکچر نزولی از بین رفت و فروشنده ها فعلا باید از بازی خارج بشوند زمانی که ما بریم بالای این سقف. خب اما آیا اینو میشه فروش گرفت؟ ما میتونیم این رو به یک نحوی فروش هم بگیریم، ولی خب این فروش خیلی فروش های پروبابیلیتی نیست. چرا؟ چون 3 کندل پشت سر هم دارم که بالای این همه کندل کلوز کرده، پس ممکنه مارکت واقعا این رو به عنوان یک برکوت پول بک به سمت بالا ادامه بده. باید صبر بکنیم. مارکت الان که دیگه یه جورایی خیال خریدارها رو شاید راحت کرده از اینکه تونست برسه به سقف بالاتر، این اجها الان معتبر میشن. الان دیگه این خریدار میاد استاپش رو اینجا قرار میده چون این به سقف بالاتر رسیده. پس فعلا اینم باید صبر کرد ببینیم که چه اتفاقی رخ میده. خب روزانش رو هم من یه نگاه میکنم اینجا ببینم. خب ما سمت چپمون یک رالی قوی داشتیم به سمت بالا، داریم میبینیم رو لبه مارکت دچار عدم اطمینان شده و بعد یک فشار فروش خیلی قوی به سمت پایین داشتیم برخورد به خط ایمه روزانه. احتمالاً دنبال سکن لگش هستم. اما خب این ور خیلی مطمئن نیستن که شاید فروشنده ها همینجا اضافه بکنن. اما کسی که داره روزانه ترید میکنه و روی پرایس اکشن داره ترید میکنه، این رو به عنوان برکوت در نظر میگیره، این رو به عنوان پول بک 2 مرحله‌ای به سمت خط ایمه و بعد این 3 کندل پشت سر هم رو میبینه و بعد این گپ روزانه رو هم داره میبینه. فعلا این پرایس اکشن بهش نمیگه که فروش بگیر، ولی این پرایس اکشن قوی هم نیست. این درسته یک کندل داخلیه، این دوتا الگوی آی داده و شاید به خاطر همینه داره خرید میشه. یعنی ما یک سلاف داریم به سمت پایین، یک تست دوباره داریم از سمت پایین، ولی خب به نظر من انقدر قوی هست که همینه دیگه. این سه تاست. حالا نمیدونم این رو به عنوان این شادو رو به عنوان لگ دوم در نظر بگیریم. هفتگی چی؟ هفتگی قیمت داره به سمت پایین متمایل میشه. البته در یک لگی هستیم ریزش کانال به سمت بالا، خروج دابل تاپ. اینو میتونیم بگیم برکوت، پول بک دابل تاپ، احتمالا میجر ترند ریورسال و بعد دو تا کندل نزولی پشت سر هم، اما ریسپانس نچندان مورد قبول. خیلی نمیخوام راجع به هفتگی فعلا حرف بزنم. فعلا تو 45 دقیقه این برای من یک محدوده معاملاتی جهت داره، اما من تمایل به فروش دارم